دیدی چی شد؟ همش داشت دنبالم میومد. نکنه داره جاسوسی منو میکنه. نباید درخواست دوستش رو قبول میکردم. حتما جاسوسه. چیزی گفتی؟ مرد واقعی توی این دنیا نمونده. همشون مزخرف. حق با تو. داری حرف دلتو میزنی. فقط برای 2 ساعت میتونم. همینقدر کافیه. راستی اینهاش. اسمش زوایه. زوای. منظورم اینه که شیفت ایشون داره تموم میشه و میتونی باهاش بری بیرون. برای چی؟ همه چیز مرتبه. من ازش یه خواهش داشتم و در ازاش تو داری میبرش بیرون یه فیلم قشنگ ببینی. خب چرا من برم؟ برای اینکه همه چی به اسم عشق انجام نمیشه. بعضی کارا رو باید برای رفاقت بکنی احمق. تازه اسمتم زوایه. یادت نره؟ چیه یادم نره؟ اون یه زن چینیه. خودش دربارش بهت میگه. طبیعی رفتار کن. نترس. ببخشید خانم دکتر پالک. هنوز مونده چیزایی ببینی که توقعشو نداری. یادت نره. زوان. داداش چطوری تحت تاثیر قرار گرفت؟ نه هندی بلده نه انگلیسی. خب بهم بگو چطوری تونستی نظرش رو جلب کنی؟ حسادت رفیق من. حسادت. بذار زنا حسودی کنن. نمیتونن تحمل کنن وقتی بفهمن کس دیگه هست. اگه میخوای تاریخ عروسی رو جلو بندازی منو از اینجا بیار بیرون. سامر، وقتی کاری داشتم ویجی پات خیلی کمکم میکرد. ولی بابا این زندگی مربوط به من. مبارکه، عروسی 2 هفته دیگه است. ببینم تو داشتی چی کار میکردی؟ دنیا رو برای آخرین بار میدیدم. جدی که نمیگی؟ داشتی خودتو پرت میکردی پایین؟ سامر خواهش میکنم سعی کردم باهات تماس بگیرم و باهات حرف بزنم ولی تو به تلفنم جواب نمیدی و دیگه اصلا نشد هم دیگه رو ببینیم چت شده. از راننده پرسیدم کجایی، اونجا تو بهم گفت. به من اعتماد داری مگه نه؟ حتما آره. میدونی دوستت دارم؟ آره معلومه. پس اگه میشه دیگه لطفاً سوال نکن. داری چی کار میکنی؟ میبینی مامان سامر همیشه کار داره، به موبایلش جواب نمیده، یا دفتره یا جلسه است، اصلا جواب نمیده. ببین ساعت چنده، معلومه کار داره. وقتی ببینه زنگ زدی بهت زنگ میزنه. ربطی نداره، باید جوابمو بده. آره حتما. بشین اینجا. ولش کن دیگه. خب بذار با دوستات شروع کنیم. ریوا داری ازدواج میکنی؟ کیا رو میخوای دعوت کنی؟ چی گفتی مامان؟ دوستات چند نفرن؟ خوب بخور خانم دکتر، چون فردا تو دفتر غذا میخوری نه اینجا. من خیلی زرنگم. سلام عزیزم. سلام. من برم دستامو بشورم. بلند شد رفت. یعنی خوب پیش رفت؟ بهتر از این نمیشه. یکم دیگه میام. مأموریت تموم شد. میخوری؟ به سلامتی. استاد ممنونم. رابین پسر. ممنونم رابین. اینجا چی کار میکنی؟
تو اینجا چی کار میکنی؟ حالا هرچی، دوستت کجاست؟ شیفتم تموم شد، میتونیم بریم. باشه. آره یادت نره. میز شماره 5. این یه گیاه چینیه. اشتهاتو باز میکنه، باعث میشه همه چی رو دوست داشته باشی. اثرش تا 2 ساعت میمونی. همینقدر کافی. زوای زوای. یه لحظه، کجا میری شیتا؟ چی شده؟ به خاطر خودخواهی زندگیشو خراب نکن. اون ازدواج کرده و شوهر داره. احتمالاً یه نفر تو خونه نشسته و منتظرشه. ولی تو منظورم اشتباه فهمیدی. اشتباه فهمیدم. یه بار ازدواج کردم و خیلی خوب میفهمم که احساس خیانت چه جور حسیه. دربارش به من نگو. حالت خوبه؟ من خیلی خوبم. میری؟ آره. بره. من متاسفم شیتا. از من عذرخواهی نکن. تو نه دوست پسرمی نه شوهرمی. ولی چیزی که امروز دیدم منو یاد گذشتم انداخت. من میخواستم ببرمش فیلم ببینیم و بعدش هم بریم با هم دیگه زوایی بخوریم. اصلا معنیشو میدونی؟ یعنی بستن یه چینی. زوای یعنی تو امروز سعی کردی وارد رابطه بشی. نه. من زبون چینی و بلدم. داریم کجا میریم ها؟ بهت میگم. وای مراقب باش. چی کار میکنی؟ تو بیل گیتسی؟ آره من بیل گیتس. چی؟ ببینم عینکت کجاست؟ چشمو لیزر کردم. کار خوبی کردی. آره. خب صدات چی شده؟ یه ذره گلوم گرفته. تو هندیت خیلی خوبه ها. هندی؟ آره هندی بلدم. البته یه ذره. یه ذره. ببینم تو واقعا بیل گیتسی؟ آره 100%. خب میتونم بهت دست بزنم؟ ها؟ دست بزنم؟ حتما. خوشحالی؟ تو واقعا خودشی. من خیلی طرفدارتم. میدونستی من 6 بار زندگی نامتو خوندم. واقعا الگوی منی. معلومه پولدارترین مرد جهان بیل گیتس. معلومه تو همه میدونم. چیز داری مگه نه؟ تو دلت خیلی بزرگه پسر. به کلی آدم تو کل دنیا کمک کردی. خیلی بزرگی، مرد بزرگ. ولی یه چیزو نگفتی. تو که مثل اون پسر ریتویک نون احمق نیستی ها؟ پالاک ما دشمن مشترکی داریم. وای تو اسم من میدونی. آره تو خود بیل گیتسی. آره میدونستم. من یه دشمن دارم از خانواده اینو. بگو ببینم تو دشمنت کیه؟ دشمنم خب دشمن توه، همونی که دوستم رو اذیت کرده. حتی به بیل گیتس هم رحم نکرده. چون اون دوستم رو استخدام کرد، بعد عذابش داد، بعدش هم اخراجش کرد. آره با منم همین کارو کرد. نه واقعا؟ آره. پس باید همکاری بکنیم، کاری علیهش انجام بدیم. ریتویک نون بدجنس، همه کارمندای قدیمی که بهشون ظلم کرده و اخراجشون کرده دارن نامه‌ای رو امضا میکنن تا ازش شکایت کنن و به دادگاه بکشوننش. تا الان 50 نفر امضا کردن. تو نفر 51 میدونستم از من خیلی ها مثل من. معلومه اینجا رو امضا کن. ولی قبل از اینکه امضا کنم ازت یه چیزی میخوام. چی؟ سلفی؟ چی؟ اگه اجازه بدی میخوام ازت یه عکس داشته من باشم. میگم اینو امضا کن بعد تو میگی سلفی بگیریم؟ این فرصت دوباره نصیبم نمیشه تو رو ببینم. باشه موبایلت کجاست؟ مطمئنم خیلی سورپرایز میشه. آماده ای؟ آره. کافیه؟ خوب بود؟ آره خیلی. خوبه.
حالا امضا کن. من پالاک شارما گواهی میدم که به هر دلیل از شرکت نون بیوتیک استفاده دادم به همون مدت زمانی که در قرارداد استخدامم اومده پایبند به قراردادم باشم و به محل کارم برگردم. عالیه. به مدیر گفتم بذار پالاک قرارداد قانونی رو یه جوری امضا کنه، اون موقع است که میتونیم اونو برگردونیم سر کار خودش. حتما هم داره این کارو میکنه. آشیتا دنبالت میگشتیم. کاغذا کجان؟ همونایی که پالاک امضا کرده. دستیارت نتونست جلوی دهنش رو بگیره. برگه ها رو بده به من. اونو ببر خونه. فردا صبح میبینیش. گفتم برگه ها رو بده. کجا؟ قدرت خانم ها رو دست کم نگیر. اونا رو به هم بده. صبر کن ببینم. نشونت میدم. میکنی؟ اونا رو بده به من. زود باش. برگه ها رو بده به من. بهت میگم ریتویک اون برگاه چیه؟ پس بده به خودش. چی کار میکنی؟ میدونی اون چیه؟ پاره‌شون کردی؟ چطوری میتونی پاره‌شون کنی؟ میدونم تو هر کاری برای دوستت میکنه ولی این برگاه برای دوست منه. از دوستم دور بمون. فهمیدی ریتویک نون؟ و آره اینم برگه هاته. بریم پالاک. اگه ازش عذرخواهی کرده بودی الان برگشته بود. به خاطر من چیکار کردی؟ عذرخواهی؟ اونم از دکتر پالاک؟ پس غرورم چی میشه؟ مطمئنم برمیگرده. آره شیتا اینجاست. جواب تو نمیده؟ آره صبر کن. چی شده؟ نه یه روزی میام. هر موقع فرصت بشه. شیتا موبایل چرا خاموشه؟ بیا بگیرش با پدرت صحبت کن. الو؟ بله بابا یه ساعت دیگه پیشتم. باشه ببخشید. از دست شما. شیتا اینا رو ببین. خیلی بد شده. من اینجا چی کار میکردم؟ عکسات عالیه. ولی من خیلی بهت مدیونم. تو منو نجاتم دادی. ممنون. دیوونه شدی؟ میگی دوستم یا ازم تشکر میکنی؟ معلومه که خوبم. یالا بیاین پایین زود باشین شام حاضره. باشه مامان. یالا پاشو. به نظرت این خوبه؟ ولی اگه بلندتر باشه قشنگ‌تر میشه. نمیخوام باز باشه. باشه چند تا مدل نشونت میدم. اونی که پشتش بازه خیلی بهش میاد. بعد منم بخریم. خانم دستمو ببین چجوری عروسی 2 هفته دیگه از مجبور میشم تا 2 ماه ورزش کنم و شنا کنم. نمیتونم پشت باز بپوشم. کجای دستت چاقه؟ اینجا ببینش. تو چاق نیستی عزیزم. برعکس من یکم چاقی رو قشنگ میبینم. باید بپوشیش. یه لباس پشت باز سفارش بده. نه پشت باز نه. اگه لاغرتر بودم مشکلی نداشتم. مجبور میشم به خاطرش ورزش کنم. نمیتونم بپوشمش. آره بابا اگه دوماد این هیکل ببینه فرار میکنه. ساکت. آهای مراقب حرفات باش. ساکت شو بابا تو رو تو گونی هم نمیپیچن. ساکت شو به تو مربوط نیست. ولی خواهر حقیقت همینه. اون بهش میگه که نیقلیونه. خجالت بکش. الان نشونت میدم بچه پرو. آره بزنش. این نظر اینجا ببینم راجع به خواهش. الان نشونت میدم. بسه زود از اینجا بریم. زود بریم. باید جواهرات رو با لباسی که انتخاب میکنیم ست کنیم. درسته؟ برای انتخاب جواهرات هم وقت میخوان. رنگاشو انتخاب کن. نمیتونم انتخاب کنم ولی داشتم به طلای سبز فکر میکردم. حتی قرمز پررنگم قشنگه. نه راستش رنگ یه سنگین و روشن میخوام مثل همون لباسی که انوشکا شارما تو عروسی پوشید. من گیج شدم. مامان جواهراتی بخرید که به همه لباسا بیاد لطفا. باش. دوست دارم. اینجا یه رنگ رژ قرمزه. من اصلا رژ قرمز نمیزنم. عزیزم من از کجا بدونم؟ حتما مال خودت چی دیگه. داری میگی؟ من اصلا این رنگای مسخره رو نمیزنم. فهمیدی؟ عزیزم گوش کن یه دقیقه. گوش کن. من باورت نمیکنم. میدونم این پیرهن توی ولی این رنگ رژ من نیست. میتونی توضیح بدی؟ ریشا
تو با کسی دیگه ای رابطه داری یاره؟ نه عزیزم با کسی رابطه ندارم. این چه حرفیه عزیزم؟ من نمیدونم اصلا این چجوری از کجا پیدا شد. ریتویک وارد بحثی نشو که به تو مربوط نیست. وقتی که ازدواج کردیم تو لباسامو خریدی. خب لباسام جذابن، اونم خوشش میاد، برمیداره میپوشه. من چی کار کنم آخه عزیزم؟ منظورت اینه که قبل از ازدواج لباسای خوب نمیپوشیدی؟ نه مامان منظورم این نبود. من منظورم این بود که خدایا شانسو ببین آخه. یعنی داره میگه ریتویک لباسشو پوشیده، پس حقیقتو میگه. متشکرم مامان. باشه مامان، چون شما این حرفو زدید منم باور میکنم. ممنونم. به هم اعتماد کنی. آره من بهش اعتماد دارم. من بهت اعتماد دارم. سلام مامتا. سلام. قربونت برم. خوش اومدی. سلام زنو داشت، حالت چطوره؟ حالتون چطوره؟ ویجی پاد کجاست؟ تو دفتر است. میرم ببینمش. باشه. بفرمایید. بله حتما. سلام، خوش اومدی. خیلی مراقب باش پسر. اونی که تو سرنوشتت نیست اتفاق نمیفته. منتظرش نباش. اونایی خالم حرف نداره، به خاطر این اونا اضافه وزن میگیرن. آره من تا الان 2 تا خوردم. رادیکا این روزا خیلی سر گوشش میجنبه ها. کنم عکس دوست پسرش. من مطمئنم. خیلی خوب اگه اینجوری باشه حداقل یه نفر تو زندگیش خوشحاله. مامان شلوغش نکن. پاشو بیا اینا رو جمع کنیم تا باز مامان شروع نکرده. ولی الان خیلی زوده، کارت ساعت 10 شروع میشه. باید برم اردوگاه پزشکی. چی؟ تو همچین چیزی رو بهم نگفته بودی. زیاد نمیمونم. یالا غذا تو بخور، بذار اونا برن. داداش من امروز کار دارم. از فردا تجهیزات عروسی رو آماده میکنم. من به ریوا ببین قول دوباره دادم. غیبت نزنه ها. نگاش کن. دیدی چی شد؟ فکر کرده شاه زده است. یعنی تا الان چه بلایی سر این گربه اومده؟ هیچکی نمیدونه. همه متکا رو پاره کرده بود. خاطرات زیادیه نه؟ آره اون روزا رو بچه‌ها بزرگ شدن نه؟ میدونین چیه؟ تو این 20 سالی که گذشت خونه کاملتر شد ولی نذاشتم کسی به این دیوار دست بزنه. یادته وقتی انقدی بودی؟ آره یادته؟ معلومه که یادمه. اون موقع فکر کردم بزرگ شدم، رو لبم روش داشتم. اینو یادمه، همون قرمز بود. نه این همین رنگ. اون دوچرخه رو یادته چاقالو؟ اونی که خریدیم تا وزن کم کنی یادته؟ بابا من هنوز دوچرخه‌مو برام آوردی یادمه. بابا یادته وقتی با یه دختر تو مدرسه آشنا شدم سریع اومدی دفتر؟ خیلی به افتخار آره می‌کرد. از بچگیت هم بازی آرمازی بودی. میدونم. بابا وقتی که شیوی لیوان شیرشو برای اولین بار تموم کرد و یادت میاد؟ آره دیگه تکرارش نکنم یا نشی. بابا فقیتامو با خودت مقایسه کن. باش عزیزم آروم پسر خوب. ببین بابا چی میگه اون موقع ها قدم کوتاه بود. یعنی الان به قدری رسیده که رابطه داشته باشه؟ این حرفا چیه داری میزنی؟ این مزخرف که شنیدی. نداره. اگه کسی رو دوست داشته باشه. سلام عمو. سلام. چه خبر؟ ریوا سلام سامر. باید باهات صحبت کنم. ریوا آماده شدی؟ لیست خریدو کامل کردم. اگه میخوای چیزی اضافه کنی اضافه کن. نگران نباش. تو نبودی من چی کار می‌کردم؟ زود باش دیر نرسیم. باشه بعدا حرف میزنیم سامر. ما اینجا داریم راجع به تصمیم میگیریم. خوبه من مجردم. حداقل میتونم برم سر کار. دوره مجردی تموم شد دیگه. روبین آب بده. دکتر پالاک مجبورم کرده این کارو بکنم. چقدر مونده؟ استاد 5 ساعت مونده ها. 5 ساعت؟ آخه کی تو مرز راجستان اردوگاه میزنه؟
ای چه خدا. خبره؟ اینجا رو نگاه کن چقدر شلوغه. تو این شلوغی چجوری میخوای پیداش کنی آخه ریتویک؟ آخه چرا تو اینقدر بدبینی؟ استاد پالاک شارما اونجاست. آره آفرین. ببخشید آقا نمیتونید وارد بشید. میخوام دکتر پالاک شارما رو ببینم. ایشون الان مریض دارن. اینجا هم صف خانوماست. چی شد رئیس؟ چی شده؟ برو دکتر رو صدا کن. دکتر پالاک برام تشخیص کرد سری بیاره. باشه الان باشه. حالت خوبه؟ رئیس الان میاد. چت شده؟ سلام. اینجا چی کار میکنی؟ مجبور شدم راهی پیدا کنم تا تو رو ببینم. عکسات چجوری شدن؟ خیلی بد شدن. چی میخوای تا برام کار کنی؟ میدونم اتفاقی که افتاد نباید میافتاد ولی چی میخوای تا برگردی تو شرکتم کار کنی؟ میدونم واسه پخش این دارو چقدر عجله داری. میدونم چقدر روش سرمایه گذاری کردی. اگه نخرنش خیلی ضرر میکنی. و بیمارایی هم که به این دارو نیاز دارنم خیلی ضرر میکنن. به این موضوع فکر کردی؟ واقعا میگی؟ تو واقعا فکر کردی که با این حرفات میتونم باور کنم به بیمارات اهمیت میدی؟ بیا توافق کنیم. میخوام ببینم چقدر به بیمارات اهمیت میدی. توی اردوگاه کمکم کن. فراموش کن که ریتویک نیمی. اینجا کار کن. اصلا اینجا نیروی زیادی واسمون نیست. سعی کن به مریضا کمک کنی. بله. بدون قدرت و پول. همه کارو خودت انجام میدی. اگه از پسش بر اومدی من تصمیم میگیرم قبول کنم یا نه. قبوله. هر کاری میکنه که اونو برگردونه. حتما. چون پدرش بهش گفته که اون دختر باید تو آزمایشگاه نون بیوتیک باشه. ریتویک اصلا و حرف پدرش حرف نمیزنه. فقط یه شرط دارم. باید منو به عنوان دستیار شخصیت استخدام کنی. اون وقت قبول میکنم. چرا همچین چیزی میخوای؟ اگه بهت نزدیک نباشم از کجا میخوای بدونی من چقدر جدیم؟ چجوری میخوای بفهمی؟ هر جور راحتی. اوه. ببینم تصمیم گرفت کار کنه؟ تو لازم نیست نگران باشه. عینکم به خودم. عینکمو بده دیگه. بیا اینا رو بپوش. چرا باید اینا رو بپوشم؟ مطمئنم همه اینجا منو میشناسن. همه داوطلبا اینو میپوشن به خاطر اینکه بیمارا بتونن پیداشون کنن. باشه. یعنی باید اینجا پیش این دخترا باشم؟ اینجا نه اونجا. باشه. عزیز دلم میتونی منو ببری همون؟ بله تو مثل مادر بزرگم میمونی. وقتی کوچک بودم مادر بزرگم منو میبرد همون. خجالت نداره. زنده باشی پسرم. اسم مادر بزرگ چیه؟ اسم مادر بزرگم؟ مایترینو. ولی من جذاب صداش میکنم. قشنگ نیست؟ دکتر 20 تا پسر موندن. واکسن همه رو زدیم ولی با این 20 نفر نمیتونم کنار بیام. مشکلی نیست درستش میکنه. فکر نمی کنم لازم باشه دستیار تو ببینی. تو چی خوردی؟ از مادرم کتک و آمپول خوردم. بیا. حالت چطوره؟ بهتری؟ دکتر پالاک، کیسای خونی که از بانک خون اومدن داره کم میشه. الان تو حالت اضطراریم. شما داشتین روند اهدا رو مدیریت میکردین. چرا داوطلبای زیادی نیومدن؟ دکتر بالاک
یه مورد مسمومیت اورژانسی داریم، باید دارو تجویز کنید. لطفاً بیاین. باشه. بیاین. کدوم منطقه اینجا شلوغ تره؟ ببخشید نمیدونم. جاده مول اونجا خیلی شلوغه. مردم زیادی رو بیاریم خونه اهدا کنن زیاد سخت نیست. بیا اینو از اینجا برداشتم بگیرش. باشه ممنون. ریتویک داری چی کار میکنی؟ ریتویک بهم گوش بده، داری چی کار میکنی؟ نقشت چیه؟ داداش به چی فکر میکنی؟ چه نقشه‌ای داری؟ میتونی بهم بگی؟ تو حتی نمیگی چی تو سرت میگذره. وایسا ببینم، خون میدم و شانس اینو پیدا میکنم که به یه مسافرت جهانی برم. چه پیشنهاد فوق‌العاده‌ای. برو اونور. ببینم چی کار باید بکنم. اسم نویس. اسممو بنویس آقا. همه اسممو میدونن. اسمم وایسی ببینم. اسم منم بنویسید همه دیگه. تو وارد قره کشی میشی. راجیندا تو اینجا چی کار میکنی؟ تو هم اومدی اینجا خون بدی؟ آره شانس اینو دارم که یه سفر جهانی برم. باید میومدم. درسته. فقط خونه. فرداش خوب میشه. آره ولی ما توافق کردیم که از پول استفاده نکنیم. آروم باش. من از قدرت مالی استفاده نمی کنم. آروم باش. باشه؟ روبین. دست خود نره تو چشت. داری چی کار میکنی؟ این چیه؟ مراقب باش آقا، این خیلی داغه. خیلی ممنون. حالت خوبه؟ چیزیت نشد؟ استاد داره مجبورم میکنه خون بدم. دیگه باید چیکار کنم؟ خون؟ اینجا چه خبر شده؟ پرستار اینجا چی کار میکنه؟ چه اتفاقی افتاده؟ پرستاری اردوگاه اینجا چی کار میکنه؟ اینا چیه ها؟ تو داری به مردم پول میدی که اونا خون اهدا کنن؟ آروم باش، اینطور نیست. دارم از سلامتی مردم برای سلامتی مردم دیگه استفاده میکنم. به همین سادگی. خیلی عذر میخوام، بانک خونه ما پر شد. اگه میشه منو ببخشین، کار دارم. همه گوش کنن، هر کسی که خونه اهدا کرده وقتش برندگی امروز رو اعلام بکنه. آره باشین، همه بیاین. خدا کنه اسم من از توش در بیاد. داره چقدر شلوغه. سب کنه دران میخونه. آقای روبین. مبارک آقای روبین رای. کدومتون روبین رای؟ من. مبارک روبین. برندگی سفر جهانی شدی. ممنونم که خونه اهدا کرد. مبارکت باشه.
از بقیه مردمم تشکر میکنم. امیدوارم دفعه بعد شما برنده بشی. ممنونم. ما هم ممنونیم. موسیقیه. تصادفی بود؟ رو همه برگه ها اسم منو نوشته. چجوری؟ حالا که خونه اهدا کردیم، اگه نمی اومدیم بهتر بود. بهشون ظلم کردی، اعتمادشون از دست رفت. آخه این چه کاری بود که کردی؟ مشکلی نیست. کسی ناراحت نشه. حتی اگه برنده سفر نشدین چی شده مگه؟ امروز کار خیری انجام دادیم. حتی اگه نیتشو نداشتیم. مهم اینه که برای زندگی دیگران کاری انجام دادیم. اینطور نیست؟ برین دیگه. سرشون کلاه گذاشتی. آخه برای چی تو انقدر بدبینی؟ بدون اینکه بدونن کار خوبی کردن، کار اخلاقی. خیلی از مریضا دعاشون میکنن. بانک خونت هم که الان پر شده. در ضمن من حتی یه روپیه هم خرج نکردم. حالا بگو کار خوبی کردم یا نه؟ ای بچه مراقب باشین. گوش کنم. کجایی؟ من نسخه دارو رو برات میفرستم. سر بیارشون اردوگاه. شنیدی چی گفتم؟ باشه؟ میبینم که داری از پولات استفاده میکنی. چی شد؟ اون روز داشتی راجع به بیل گیتس حرف میزدی و اینکه کارای خیر کرد. حالا مشکلی داری اگه همون کارو بکنم؟ پول برای فقرا نیست؟ دختر درو. سمیر کجا میری؟ سمیر بیا اینجا. نباید بیای اینجا، تحت مراقبت پزشکیه. من بیارمش، نگران نباش. هی سمیر با من بیا. زود باش، مادرت بیرون منتظرته. پسرم اومدی؟ ببینم تو خودت اومدی پسرم. خودت هستی نه؟ فهمیدم خودتی. من حست میکنم. مردم گفتن پسرت فرار کرده و دیگه نمیاد پیشت، ولی اونا تو رو نمیشناسن. دکتر بالاک ریتویک رفته به منطقه آلوده. ممکنه مریض بشه اگه اونجا بمونه. چی؟ بله الان میرم. بابا من تو رو ترک نکردم. من فقط داشتم. اینجا چی کار میکنی؟ نمیدونی ورود به اینجا ممنوعه؟ یه پسر هیچ وقت نمیتونه پدرشو تنها بذاره و بره. اگه بابام منو ترک کنه نمیتونم حتی یه روز بدون اون زندگی کنم. چرا باید ترکت کنم و برم؟ من هیچ وقت ترکت نکردم.
خیلی دنبالت گشتم تا پیدات کردم. پسرم الان دیگه میتونم راحت بمیرم. نه بابا، من الان اینجام. خواهش میکنم نرو. من کنارتم بابا. بابا چرا آمدی اینجا؟ نمیدونستم چه شده بود. واسه همینم بهش فرصتی دادم که بهش نیاز داشت. اون یه نفر رو میخواست که کنارش باشه. در هر صورت همه خیلی زحمت کشیدن و این شانسمه. من امروز سعی کردم کار خوبی انجام بدم. ممنون. واسه چی؟ واسه اذیت کردنت؟ نه، برای کاری که کردی. من که کاری نکردم. وظیفه‌مو انجام دادم. حالت خوبه؟ آره خوبم. خیلی تب داری. پرستار، دکتر. بله. دمای بدنش بالاست، باید ببریمش درمانگاه. اونایی که باش بودن کجان؟ رفتن. پس سری زنگ بزن یه نفر بیاد کمکمون. خیلی خوب. اینا رو سریع تهیه کنید. ببخشید. داروخانه کجاست؟ سمت چپ. خیلی ممنون. داروها رو آوردم. خوبه، به موقع آوردیش. تب به مغزش رسیده، حالش خوب نیست. نرو، خواهش میکنم. مامان نرو. مامان بلند نشو. نمیتونم مامان، درد دارم. تنها نزن، خواهش میکنم بمون. بیا بابا. بابا چرا خاموشه؟ من خیلی میترسم. مادر چرا نمیای؟ من مادرم میخوام. مامان من راستش من عاشق هیچ دختری نشدم. نمیخوام.
نمیخوام مامان. من عاشق نشدم. فقط نرو. مادر کجایی؟ مادر انبه فصل انبه تموم شده، تو هنوز نیومدی؟ کجا رفتی؟ درد دارم مامان. من عاشق نشدم. من عاشق نمیشم. فقط تو برگرد. نمیتونم بدون تو زندگی کنم. کجا رفتی مامان؟ منو ترکم نکن. من جایی نمیرم باشه، هیچ جا نمیرم، همینجا.